شاید فکر کنید فقط از گاو با فروختن شیرش یا فروختن خودش و گوشش بتونید منبع درآمدی داشته باشید، ولی خب کاملا در اشتباهی. شما میتونید حتی با پهنش یعنی پیپیش هم منبع درآمد داشته باشید. سلام، خیلی خوش اومدین. من امینم و اینجا مرد خاکیه. و همونجور که تا الان فهمیدیم ما قراره از پهن و پشکل گاو یا همون کود گاو منبع درآمدی داشته باشیم و خب میتونید شما به راحتی اونو بفروشین و با یه قیمت نسبتا قابل توجهی و حالا بفروشین به کسایی که نیاز دارن. حالا شما من بگین که اصلا چجوریه شما کود حالا گاواتون رو چیکار میکنین یا کود گوسفندتون رو چیکار میکنین؟ میفروشین یا خودتون استفاده میکنین؟ ولی خب از قضا ما از اونجایی که خب باغم داریم، باغ پستم داریم، حالا همونطور که میدونید تو ویدیو قبلی بهش اشاره کردم، بعد نمیفروشیم، یعنی که بفروشیم هم باز باید بریم بخریم، نیازی به فروشش نیست. از قضا خودمون استفاده میکنیم. کاری که میکنیم که توی سیلویی داریم، تو سیلو ذخیره میکنیم کودمونو، بعد حالا آب میدیم بهش که قشنگ بگنده، خراب شه، قشنگ خاصیتش بیشتر شه و بهتر شه. بعد حالا بعد یه ماه یه سال 6 ماه 7 ماه که گذشت، بعدش میگیریم که حالا تو باغمون استفاده میکنیم. یعنی همونجوری نمیتونیم رو در رو بگیریم بریزیم تو باغمون. بعد همونطور که الان داریم، حالا مثلا من باهاتون صحبت میکنم، داریم تصاویر کار کردنمون و نحوه ریختن کودمون رو بیرون از حالا تو محل نگهداری گاوا رو میبینین. و یه چیزی هست میگم، ما دیگه گفتیم خودمون کارا رو انجام میدیم. یعنی من و پدرم کلا میگیم روزایی حالا کود در میریزیم، حالا یکم کنتره، مثلا چه میدونم یه روزه دو روزه تموم نمیشه، یا 3-4 روز زمان ببره این کار. بعد عرضم موضوعتون، الان فکر می‌کنین چرا من اینو دستم گرفتم؟ این که گوشی از من قابل توجهی دوره، 1 2 باده، میتونید قشنگ مشاهده کنین. شهر ما شهر بادخیزه، همش باده و خب دیگه تولید محتوا سخت میشه. اونم چی تو فضای آزاد، تو خونه نیستی، اینجا الان هم محیط آزاده که استفاده میشه برای باغام. برای این پس ما کودو نمیفروشیم. ولی خب شما اگه گاوداری داشته باشین میتونین با حالا جمع کردن کودتون ماشین بفروشین. خیلی استفاده میکنن، مثلا چه میدونم به کسایی که باغ دارن، حالا هر باغی، باغ پسته اینا، چون کود زیاد قوی نیست، نمیسوزونه، مثلا واسه درخت‌ها خیلی بیشتر، درخت‌ها خیلی مناسبه. و خب کسی که سبزی داره خب اینا کم میشه دیگه. مثلا من خودم منبع قابل توجهی چه میدونم مثلا امسال دوباره 100 تا 200 تا کیسه همینطور به دوست آشنا اطرافیانم هم کیسه می‌خواستن. حالا که سبزی می‌خواسته که مثلا چم 4 درخت پسته داشته تو باغش کوچیک بوده، مثلا نمی‌صرفیده براش، نمی‌خواسته که مثلا شام یه نیسان، یه خاور، یه مثلا شام یه بنز، حالا هر چی ماشین بزرگ کود تهیه کنه. سر همین موضوع مثلا یه 2 تا کیسه، 10 تا کیسه، 5 کیسه، 40 تا کیسه می‌خواسته. مثلا من گفتم من خودم با 10 سال با بیلجا کردم، تو کیسه ریختم، قشنگ پلمبش کردم و براش بردم. حالا یه هزینه گرفتم. کیسه ای هم من امسال اگه شدم 90 تا 100 تومن، 80 تا 100 تومن، 90 تومن اینم. بعضی دیگه حالا دوست آشنا شه 50 تومن هم فروختم، چون زیاد بود، مثلا 50 تا کیسه می‌خواست، آشنا بود، مثلا 50 تومن کیسه ای بهش دادم. بعد این از این شما میتونید حتی با فروختن کیسه هم چیز کنین، منبع درآمدی داشته باشین، فروختن کیسه کود. و یه مثلا ماشینی بفروشین دیگه، مثلا چه می‌دونم یه بنز، یه چیزی که خیلی از گاوداری‌ها بزرگ خب دیگه مثلا تک شغلن دیگه، چون فقط دامداریه، کودش به دردش نمیخوره، ذخیره هم کنه تو سیلو هیچ به دردش نمیخوره، مجبوره بذارم اینجا راحت ترم، مجبوره نه این اصلا مجبوره که کودشو حالا یا بفروشه یا به کسی بده دیگه. همین سر همین باغدارا ازش میگیرن. بعد حالا ما نه دیگه، ما قضیه‌مون فرق داره، چون چند تا شغل و کشاورزی و دامداری و نمیدونم گندم و جو و اینا هست، باید خودمون استفاده کنیم دیگه، نمیصرفه برامون به کسی بدیم. الانم الان کلی کود شده، چون تقریبا 6 ماه 7 ماه در نریختیم. کلا ما بخوای حساب کنیم تقریبا سالی 2 بار کودو در میریزیم از تو حالا طویلمون. ولی خب باید بیشتر در بریزیم، چون این مدت خیلی زیاده، کود زیاد میشه، مخصوصا اگه گاو زیاد باشه. حالا گاو ما خیلی زیاد نیست نسبتا. بعد دقیقاً همین دیگه، باید در بریزی. و حالا ما روند در ریختن و بردن بیرون رو میبینید. الان میبینید که من دارم با فرقوم میبرم تو حالا سالون یا حالا محیط گاوای بزرگمون. اینجا یه اشتباهی ما کردیم. اشتباهی که کردیم این بوده که ما وقتی حالا اون موقع من خیلی بچه بودم، دوباره 15 سال پیش اینجا رو ساختم با اینا، اینکه واسه گاسولا یا تلیسا، حالا نمیدونم میدین تلیسه یا چیه یا نه، تلیسه به گاوای ماده‌ای میگن که تا حالا نزاییدن، یعنی هنوز حامله نشد، حتی بار اولشونه.
بعد این تلیسا رو ما اینجا نگه می‌داریم. خب این گاو داری هم باید جدا جدا باشه. تو نمیتونی گاسوله چم 6 ماه، 1 ماه، 2 ماه رو با یه گاوی که هم 4 سال 5 سالشه کنار هم نگه داری. اینا یه قانون خاص و یه چیزاییه که باید رعایت کنین. یک ما همین جدا جدا همینا، هیچ گاوداری نمیتونه همه گاواش توی یه محیط باشن. سر این ما این محیط بزرگمون رو جوری درست کردیم تراکتور بزرگم حتی میره، ولی این دو تا جایی که دارم من در میریزم و با میبینی شما اون موقع حالا نمیدونم به ذهنمون نرسید، من که نبودم، به ذهن بومون نرسید، فکرشو نمی‌کرد، حواسش نبود، هرچی در و ورودیاشو به مقداری نگرفته بود که مثلا تراکتور بیاد. سر همین مجبوریم با فرقون حالا یه کارگر بذاریم. مثلا پارسالی کارگر داشتیم زمستونی، پاییز بود تقریبا دیگه، سالی 2 بار شد دیگه، تقریبا 6 7 ماه از آخرین بار میگذریم. بعد فکرمون نرسید دیگه یکم محیطو در رو بزرگتر کنیم که حداقل تراکتور هم تو اینجا بیاد و ما راحت شیم، اینقدر اذیت نشیم. کودا رو میاریم همه رو تو محیط حالا اصلی، سالن اصلی، اونجا با تراکتور، با بیل داره، تراکتورمون بیل داره، با تراکتور بیلدار میایم همه رو جمع میکنیم میریزیم تو تریلی. یه تریلیش هم داریم، حالا اون واسه اونم یه ویدیو ضبط میکنم، تولید محتوا میکنم، بهتون نشون میدم حتما. بعد میبریم میریزیم تو سیلیمون دیگه. بعد حالا مثلا یه 2-3 ماه دیگه اشاره کنم همش جمع کنیم تا اینکه 2-3 ماه بهش فرصت میدیم. بعد حالا آبو میگیریم توش که قشنگ کپک قشنگ بگنده، یه جوری خراب شه، اون آب بمونه نشستشو کنه. بعد احتمالاً تا خب کود باقا رو تو زمستون و پاییز و اینا میریزم، برج 7 8 اینا، تا برج 7 و 8 آمادهش میکنیم که 7 و 8 هم بریزیم تو باقای پستمون. که همه این روندو من براتون حالا فیلمشو تهیه میکنم، تولید محتواشو میکنم، فقط به شرطی که حالا حمایت کنین و لایک و کامنت بذارین و سابسکرایب که یادتون نره. و با کمک شما که ان شاء الله همینجور روز به روز پیشرفت کنم و بره بالاتر. در کل که حالا من مسیرمو انتخاب کردم دیگه، تولید محتوا اینجوریه. زیادم گفتم زیادم کار خفنی نیست، ولی دارم تمام تلاشمو میکنم که یه محتوای بسیار بسیار خوب تولید کنم، یه چیزی که همچنین میدونم 4 تا چیز آموزشی توش باشه، ببینین 4 تا چیز یاد بگیرین. کسایی که دوست دارن تو این کار فعالیت کنن، کسایی که دوست دارن گاوداری بزنن، کسایی دوست دارن نمیدونم کشاورزی کنن، کسایی که تو شهر میخوان بیان تو روستا، همه اینا رو بدونه. هر کسی تو ذهنش دوست داره آقا میخواد بیاد یه حالا تولید کننده بشه، یه کاری تولید کنه، مثلا اینجا بیاد تولید کننده بشه، مثلا شیر و گاو و گندم و جو و پسته، اینا بدون داستان چیه، چه خبره، چه جوریه محیطش، حداقل تا جایی که میشه از تو کار نیومده هیچ اطلاعاتی دست پیدا کنه. سر همین حالا بیشتر حالا محتوای ما همین به صورت کردنی، کارهایی که میکنیم ببینین، کارهای عملی ماه. بعد اونایی که حالا اگه نیاز به توضیح داشته باشه، آموزشی باشه، بگم من صحبت کنم باید این کارو کنین، این حواستون باشه، اینجوری نکنین، اون کارو کنین، اینا رو من بهتون دارم میگم. بیشترش هم بعدش نصف دیگه‌ش هم میشه تولید مثلا بلاگری تور، کار روزمرگی من اینجا صبح تا شب دارم کار میکنم، هر فعالیتی. امروز کود در ریختم، فردا میرم علف مثلا گاوا میزنم، پس میام همین گندمو میکنم. حالا گندم که به گاوامون نمیدیم، جو میدیم به گاوامون، این گندمو میفرستیم برای کارخونه. بعد دقیقاً دیگه دارین پشت سر من میبینین چه خبره دیگه. فقط میگم که دمتون گرم که من همراه این ویدیو رو تا تماشا کردین، خیلی ازتون ممنونم، یه دنیا ممنون، لطف کردین، خیلی عشقین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. بریم این گاوا دیگه دارن سر صدا میکنن وقتی گاو دوشیدن. خداحافظ.